باورتون بشه یا نه، این گردنبند بزرگترین شکار گنج تاریخ معاصر بریتانیاست. داستان از این قراره که سال 1979 یک هنرمند و نویسنده بریتانیایی به اسم کیت ویلیامز ایده ساخت این گردنبند رو میده. اون در واقع یک کتاب داستانی به اسم ماسکرید رو مینویسه که در واقع یک داستان کودکانه درباره عشق بین ماه و خورشیده. موضوع این قصه اینه که ماه شیفته و دلباخته خورشید میشه و دلش میخواد که یه نشانه از عشق خودش رو به دست خورشید برسونه. گردنبند ماسکرید که توسط خود کیت ویلیامز طراحی شده بوده برای این منظور ساخته میشه که در سال 1979 ارزشی حدود 5000 پوند داشته. طبق مسیر داستان قراره که شخصیتی به نام جک هر این گردنبند رو از طرف ماه ببره برسونه به خورشید، اما توی مسیر گردنبند رو گم میکنه. حالا قراره که آدما با استفاده از رمز و رازهایی که تو دل اشعار و تصاویر کتاب نهفته است بتونن این گردنبند رو پیدا بکنن. جنس این گردنبند از طلای 18 عیاره. تابوت‌ها به این قصه انقدر بالا میگیره که از سراسر دنیا آدما تبدیل میشن به گنجیاب‌هایی که بیان بریتانیا برای پیدا کردن این گردنبند. انقدر تابوت‌ها به این داستان داغ میشه که حتی خطوط هوایی بسته‌های مخصوص به ماسکرید رو به فروش میرسوندن که روی بلیتش یه بیلچه کوچیک هم برای کندن زمین به خریدارانشون هدیه میدادن. در نهایت سال 1982 یعنی تقریباً 3 سال بعد از اینکه این کتاب منتشر میشه و گردنبند توی زمین دفن شده بوده، توی یکی از پارک‌های بزرگ بریتانیا این گردنبند بالاخره پیدا میشه. 6 سال بعد یعنی سال 1988 توی حراجی ساتبیز به فروش میرسه و از اون به بعد دیگه کسی این گردنبند رو ندیده بوده تا 28 نوامبر امسال که دوباره این گردنبند برای فروش توی حراج ساتبیز دیده شد. اگر یه همچین خبری الان بپیچه که یه گردنبند یه جا دفن شده، میری بگردی پیداش کنی؟